اعلام انتشار نخستین آلبوم رسمی و مجاز شروین حاجی‌پور به نام واقعی بار دیگه نگاه‌ها رو به سمت این خواننده جلب کرده. حاجی‌پور که نامش از سال 1401 و پس از انتشار قطعه برای مطرح شد، حالا پس از چند سال ممنوعیت کاری از بازگشت رسمی خود به عرصه موسیقی خبر داده. بازگشتی که از یک سو با استقبال برخی مخاطبان و از سوی دیگه با موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی روبرو بوده. برای بررسی بیشتر این موضوع و واکنش‌ها با من همراه باشید. شروین حاجی‌پور خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز متولد 1376 در شهر بابوسر، دارای مدرک کارشناسی اقتصاد در دانشگاه مازندرانه. حاجی‌پور تاکنون تک آهنگ‌های متعددی رو منتشر کرده که شبونه، دلم برات تنگ میشه، زخم، روزای خوب، تاکی و وحشی از جمله اونهاست. اما معروف‌ترین آهنگش قطعه برای که مهر 1401 پس از اتفاقات اون مقطع و بر اساس توییت کاربران توییتر اون رو خوند. شروین حاجی‌پور به فاصله چند روز بعد از خوندن ترانه اعتراضی برای به یکی از سرشناس‌ترین چهره‌ها تبدیل شد و آهنگ برای در اینستاگرام شروین حدود 40 میلیون بازدید داشت و در سال 2023 به خاطر این ترانه برنده بهترین ترانه تاثیرگذار در تغییرات اجتماعی در 65مین دوره جوایز گرمی شد. آلبوم واقعی پس از طی مراحل اخذ مجوز در وبسایت شروین حاجی‌پور برای پیش‌فروش قرار گرفته و زمان انتشار اون دیما اعلام شده. پخش آلبوم به عهده مؤسسه فرهنگی هنری آراده و طبق گزارش‌ها استقبال اولیه از پیش‌فروش این آلبوم فراتر از انتظار بوده. میپرسی تا کی، تا وقتی تو هستی اما من دیگه نیستم. با این حال بخش قابل توجهی از بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی نه به خود موسیقی بلکه به زمانبندی انتشار آلبوم و ممنوعیت‌های شروین حاجی‌پور به روایت خودش برمیگرده. بسیار از کاربران با اشاره به ویدیوی منتشر شده در 17 آبان که در اون شروین از منع ورود به باشگاه ورزشی، جلوگیری از حضور در کنسرت‌ها، دشواری اجاره خانه و محدودیت‌های مشابه صحبت میکنه پرسیدند چگونه در چنین شرایطی تونسته مجوز بگیره و آلبوم رسمی منتشر کنه. این گروه معتقدند اعلام انتشار آلبوم با مجوز با حرف‌های قبلی اون درباره محدودیت‌ها در تناقضه و اون رو نشانه تغییر موضع میدونن. نمونه از این واکنش‌ها رو میتونیم توی این اظهار نظر یکی از کاربران پیدا کنیم که میگه شروین حاجی‌پور آلبوم جدید بیرون داده اما تو سایتش پیش فروش کرده. هنرمند مردمی؟ نه، هنربند. به زودی هم کنسرت میگذاره. در مقابل موج دیگری از واکنش‌ها به دفاع از این خواننده پرداخته و انتشار آلبوم رو اتفاقی مثبت و حتی نشونه‌ای از تلاش یک هنرمند برای حفظ فعالیت در داخل کشور تعبیر کردند. بهمن بابازاده، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، در واکنش به انتقادها نوشته حملات به شروین حاجی‌پور شروع شده. اما چرا؟ چون حاضر نشد از خاکش بره و تصمیم گرفت تو وطن خودش فعالیت کنه و آلبوم رسمی منتشر کنه. خود شروین حاجی‌پور نیز نسبت به انتقادها سکوت نکرده و با انتشار یک توییت توضیحاتی داده. اون نوشته که پس از 3 سال ممنوع الفعالیتی و بیکاری تونسته مجوز آلبومش رو بگیره و این اقدام رو مغایر با منافع جمعی نمیدونه. حاجی‌پور همچنین تاکید میکنه که قصد ترک ایران رو نداره و میخواد به فعالیت‌های خودش ادامه بده. شروین حاجی‌پور میگه اقلیتی هستن که در تلاشن برای بهره برداری خودشون از هر اتفاقی استفاده کنن. اون میگه امکان نداره در نقطه مقابل شما قرار بگیرن و امکان نداره فراموش کنن برای من چه کار کردید و برای اینکه ایران به جای بهتری برای زندگی تبدیل بشه باید تلاش بکنیم.
اون در آخرش هم نوشته آدم فروشی نکرده و انتقادهای مطرح شده رو بی‌انصافانه توصیف میکنه. احمد زیدآبادی نویسنده و روزنامه‌نگار هم میگه بازی سیاست در ایران تمیز نیست و به شروین حاجی پور توصیه میکنه اگه تصمیم گرفته راه مستقل و شیوه مورد علاقه خودش رو طی کنه نباید از تهاجمات رسانه‌ای متعجب و همینطور افسرده خاطر بشه. کاربران زیادی هم گفتن که انتظارات غیر معمولی مانند نگرفتن مجوز به منزله بی‌توجهی به هنرمند و عمل خلاقانشه. بحث ها درباره مجوز آلبوم شروین حاجی پور در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت. در نهایت ماجرا فعلا به نقطه آرامش نرسیده. با اینکه آلبوم مجوز گرفته و قرار منتشر بشه، واکنش ها از انتقادهای تند تا حمایت های پراکنده همچنان ادامه داره و هر حرکت تازه شروین دوباره موجی از حرف ها رو به راه میندازه. میخواستم بچه هم صدات کنن یه روزی بابا بزرگ. نظر شما چیه؟ لطفاً در کامنت ها نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آیا شما موافق حرکت شروین بودین یا مخالف اون؟ خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره و ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنید. خیلی ممنون.